من فکر میکردم که با ظهور اینترنت، پیشرفت تکنولوژی، یه فاز دعوا و اشغالاتی و نمیدونم بزن بهادری و اینا تموم شده باشه. واقعا دعواهای عجیبی میکنن تا 80 بعضیاتون، البته توهین نباشه. نکته جالبش اینه که توی همه این دعواها نقش اصلی رو یه دختری داره. الان نگاه کن، پسره اینجا دیدم مشکل داره این دوتا دختر رو هم جدا میکنه. یعنی پسر وارد دعوا نمیشه، نقش جدا کننده است. کاری که قدیم ها خانوما انجام میدادن، جدا میکردن، جیغ میزدن، اینطوری میکردن نزن وای الان پسرها انجام میدن. حالا اینا دوتا پسر تو پارک مفبر نکنین. دختره میگه زنگ میزنم مامانم. نرمال باید بگی زنگ میزنم بابام بیاد دهنتون رو سرویس کنه. مامانت چه کار داره؟ حالا مامان تو بیاد میخواین دوتا پسر رو بزنه؟ نریز دیگه. پسره که دوست پسرش بود خیلی ریلکس و به صورت غیرت چیه این چیه بلند شد رفت. اونا شاش ریختن تو صورت دختره. این گوشی بود ازش. چه هواش میگه؟ هوای لباته. بوزی میکنی یا نه؟ جواب بده دیگه. بوزی میکنی یا نه؟ من با یه اصطلاح جدیدی آشنا شدم به نام پیرگوزی. با تو هم بودو بوزی میکنی یا نه؟ بودو کنات هم موقع پشتت در نیومدن میکنی یا نه؟ بودو ببین کلم بروکلی نقشش از این پسره در سرویس بیشتر بود. اینجوری بود یه واکنشی بیشرف، یه غیرتی، یه اخمی پوفیوز. من فکر میکنم این پسرها هم از دخترها میترسن، جدی میگم. یعنی این حسو دارم واقعا. این ویدیو بعد ببین یه دعوای جدید. What the fuck؟ یکیشون که داره دعوا میکنه جورابش صورتیه. جوراب صورتی دعوا کنی دیگه. یه جا دیگه هم صورتیه دیگه. اینا خوب دعوا میکنن، فقط استایلاشون بده. موهاشو رنگ کرده، مثلا دعوا موهاشو رنگ شرابی کرده ولی خوب دعوا میکنه. یعنی از لحاظ تئوریک دعوای واقعی میزنه مشت و اینا، اما به صورت عملی بهش نمیخوره دعوا کنه. نه دعوای خوبیه. 10 از 10 رو به این دعوا میدم. باز دخترها دارن دعوا میکنن. دعوای دخترها هیجان بیشتره، واقعا هیجان بیشتری داره برام. اینا سر یه پسر دارن دعوا میکنن. اوه مادره چقدر بیشرفه. واقعا خشونت دعوای این دخترها بیشتر اون پسرای قبلیه بود. اینجا داره دبیرستان که دعوا شده. واقعا ایران خیلی قشنگه، دانلود کنیم ایرانو. واقعا ایران خیلی زیباست. در دبیرستان باز دعوای دخترها تو پارک. وطنم پاره تنم. آگه تو پارکا چی میگذره؟ موکشون. کی رو بردم؟ آسالا خود یه دختر بشید خانجدار کنه. لاشی تو چه دار کنه؟
بچه قول بهتون میدم محتوای ریاکشنی که من میذارم و کم در جایی میبینید، چون خطر استرایک بستن کانال همه چی هست. ولی واقعا ایران جای قشنگیه. تو پارکا داری رد میشی، یه روز داری از پارک لذت میبری، دو تا ور دارن میگن فلان فلان شده، موهامو میکشن سر کی؟ سر یه پسر با مثلا 21 کیلو وزن خالص و 5 کیلو وزن لباسا، 26 کیلو. اینم باز دعوای خانوما میگن، آقایون تو دهه 80 دعوا کم میکنن، اینا هم دبیرستانی پسرها نقش تماشاگر و تشویق کننده رو دارن. انداختنش تو جو. حس میکنم این دعوا بین دو دبیرستان مختلف، روپوش آبیا و روپوش کرما. دختر مانتو کرمه کمربند داره. بگی بابا بگی اینو بگی حسن بزن به کرج محمود آباد نمیگه گنده گوزاه که اینجا اینو یاد چیز دیدم، اون که میگه گو خوردم و میزنه نشون گو خوردن. از دعوای دختران در دهه 1400 به دعوای ترانسکشوالیتی ها و اوبیا و اینا دیگه رسیدیم که اونا اومدن دعوا کنن. صداش مثل خروسیه که داره ارضا میشه. آقا این چیه؟ یه بار دیگه گوش کن این صدا رو. همونجور که دیدین در زمینه دعوا نیز پیشرفت‌های بسیاری کردیم. قدیم تسبیح و کلا لاتا دعوا میکردن، گنگی داشتن. الان به دعوای دختران و از اونا رسیدیم. به عنوان حرف آخرم فقط یه سوال ازتون دارم، دوست دارم تو کامنت ها جواب بدین. اگه اینا رو ببینین در حال دعوا واکنشتون چیه؟ یا مثلا تو خیابون ببینیشون دارن موهایمو میکنن چیکار میکنین؟ من به شخصه واقعا ناراحت میشم، اما چون غیر عادیه یکم خندم میگیره. کامنت بذارید، امیدوارم کامنت های این ویدیو از 500 تا رد شه و حمایت کنید که منم باز بیشتر ریاکت بگیرم. در کنارش ویدیو داستانی هم میگیرم. تا ویدیوی دیگه خداحافظ، عاشقتونم. چه بوس دلبرانه ای فرستاد.